سرخط خبرها. वही करेंगे जो हमारे साथ हो रहा है। जंगी होगी फिर जंगी होगी। तो ऐसी बातें करके अपने इदारों को आप डिमोरलाइज क्यों कर रहे हैं؟ چرا با گفتن این گونه حرفها هواداران خود را دلسرد می‌کنید؟ مذاکرات افغانستان و پاکستان زیر سایه تهدید و هشدار گفتگوها در استانبول آغاز شد. وزیر دفاع پاکستان گفت نتیجه مثبت نباشد جنگ دیگر در راه است. امارات از دفاع همه‌جانبه سخن گفته. نتیجه این مذاکرات چه خواهد بود؟ ادامه اخراج مهاجران افغان از کشورهای میزبان. تنها در یک روز گذشته نزدیک به 2500 خانواده از مسیرهای گوناگون به کشور بازگردانده شدند. حامیان مهاجران انتقاد کردند امارات وعده همکاری داد. و آمادگی پوتین برای مقابله بالمثل با امریکا. رئیس جمهور روسیه به مقام‌های آن کشور دستور داده تا پیشنویس پیشنهادات درباره احتمال از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای را آماده کنند. به این بخش خبر از یک خوش آمدید. در حالی که دور سوم گفتگوها میان کابل و اسلام آباد امروز در ترکیه آغاز شده است، اما خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان یک بار دیگر هشدار داده که اگر این مذاکرات نتیجه مثبت در پی نداشته باشد جنگ دیگر در راه خواهد بود. در همین حال آصف دورانی نماینده ویژه پیشین پاکستان در افغانستان تحریک طالبان پاکستانی را یک معضل داخلی پاکستان خوانده و تاکید کرده است که اسلام آباد برای مهار این گروه در افغانستان نمیتواند مشکل حمله های این شبه نظامیان را حل کند. جزئیات بیشتر در این مورد را از همکارم احمد رشاد زریر میپرسم. زریر سلام به خودت. از دور سوم مذاکرات چی میدانی؟ آیا نتیجه حاصل شده تا هنوز و آیا احتمال داره مذاکرات دوباره مختل شود؟ سادات، در اوج بی‌اعتمادی و زیر سایه تهدیدها سومین دور مذاکرات کابل و اسلام آباد آغاز شد، اما امیدی چندانی به آن نیست. چرا؟ منابع به تلویزیون یک گفتند همین دقایق پیش از آغاز مذاکره که پاکستانی هایی که در دور قبل ترک کردن و فرار کردن اصلا حاضر به نشستن سر میز با افغان ها نبودند و این فشار و تلاش بیشایبه میانجی هایی چون ترکیه و قطر بود که سرانجام اینها را دوباره سر میز نشاندند. اما چرا؟ از یک طرف خودت در لیدم اشاره کرده که پاکستانی ها در آستانه مذاکرات رفتار خصمانه و رویکردهای دشمنانه و تنش‌زا از خودشان نشان میدن، از جمله جنگ طلبی های خواجه آصف که به شدت معلوم است که پاکستان بهانه میجوید و به دنبال جنگ است و اهل دیپلماسی نیست. و دوما به این دلیل که اینها از خودشان استقلالیت تصمیم گیری ندارن، اینها به اساس گفته های امارت اسلامی و حتی اسنادی که موجود هستند اینها بر پایه خواسته های بیرونی ها از جمله غربی ها تصمیم میگیرن و میخواهند که آب را گلالود بسازن و ماهی بگیرن. سوم دلیل هم این است که اونها خواستای غیر منطقی دارن. پاکستانی ها چی در گذشته چی در اکنون در 3 دور مذاکره از افغانستان میخواهند که امنیت پاکستان را تأمین بکنه و این خواست غیر منطقی است و امنیت پاکستان مربوط ارتش و پلیس پاکستانی ها میشه که ادعا میکنن 1 میلیون نفر هم سرباز دارن. و مسئله دیگر این است سادات که از اکنون مشخص است و سومین مورد هم این است که مشخص است نکات اختلافی در آنچه امروز در مذاکرات اتفاق میفته. یک مسئله تی تی پی است که اونا اتهام وارد میکنن که در افغانستان است، افغانستان میگن نه خیر مشکل داخلی خودتان است. دوم مسئله حریم افغانستان است که افغانستان از اونا میخواد که حریم ما را نقض نکنید، به آمریکایی هم اجازه ندید نقض کنن، ولی اونا میگن ما دست خودمان نیست، نمیگن ولی رفتارشان نشان میده که اونا تصمیم گیرنده نیستن. و سومین مسئله هم این است که داعش با عنوان تهدید منطقه‌ای که نه تنها برای افغانستان، اکثریت کشورها در کنار افغانستان هستند از جمله هند، روسیه و چین که کنار افغانستان هستند، باید اونا سرنوشت داعش خراسان را که حمایت میکنن و امنیت منطقه را مختل میکنن روشن بکنن. بنابراین امیدی چندانی به پیامد مثبت این مذاکرات نیست. درست. زریر، در کوتاه مدت یا یک هفته پیش رو چه خواهد شد؟ توافق،
آتش بس یا درگیری مجدد. سادات، من 3-4 سناریو را ارائه میکنم خدمت شما و بیننده ها که از اون میان یک یا دو تاش خیلی محتمل است. اولین سناریو خیلی خوشبینانه است، این است که اینها بالاخره در گفتگوهای حالا 10 ساعته به نتیجه برسن، توافق بکنن و یک اعلامیه منتشر بکنن که آتش بس دوام میکنه و دیگر دو کشور علیه هم دیگر تهدید نیستن و آرام آرام رابطه بر بگرده به حالت عادیش و حتی دروازه ترخم هم باز شود و مشکلات کماکان حل شود. خیلی خوشبینانه است. دومین سناریو این است، با توجه به داده ها احتمال زیادش است که اینها باز هم مذاکرات را مختل بکنن، باز هم رفتار غیر دیپلماتیک و غیر اصولی از خودشان نشان بدن، باز هم روی اعصاب تیم مذاکره افغانستان و حتی میانجی‌های چون قطر و ترکیه برن و سبب شوند که گفتگوها مختل شود و میز را ترک بکنن. و سومین سناریو این است که توافقی صورت نگیره، رفتار و رویکرد پاکستانی ها همچنان غیر عادی باشه و آتش بس بشکنه، ولی دوباره با تلاش کشورهای منطقه‌ای کنترل شوه و بر اساس سازوکاری که قبلا در نظر گرفته شده آتش بس ادامه پیدا بکنه. و اما سناریوی آخری که خیلی خطرناک است این است که این بار توافق صورت نگیره و گفتگوها پایان پیدا بکنه، آتش بس بشکنه و جنگ کلانتر در بگیره که هرچند که خواجه آصف و پاکستانی ها هشدار میتن، اما امارت اسلامی در کنار از اینکه دستش پر است، در کنار از اینکه ادعا میکنه مردم افغانستان پشتش ایستاده هستند، همچنان امیدوار است به حمایت کشورهای قدرتمند منطقه‌ای به ویژه در مورد امنیت منطقه و داعش. بنابراین اگر جنگ صورت میگیره، امارت اسلامی گفته که دفاع را برای خودمان مشروع میدانیم، حق دفاع را، و امکان این است که حتی تا مرزهای فراتر از آنچه که خط فرضی ایجاب میکنه جنگ ادامه پیدا بکنه و حتی در داخل پاکستان هم اوضاع چندان بر مراد نیست. امنیت پاکستان در حال اخلال شدن است نسبت به گذشته، در چنان صورتی پاکستان با تهدید نابودی و حتی تجزیه مواجه خواهد شد که بناهن هر دو طرف باید بدانند که جنگ بسودشان نیست و تلاش خودشان را بکنن که به یک توافقات برسن که تنها امیدی که خوشبینانه است این است که بتونن کشورهای میانجی نقشی بسیار بسزای بازی بکنن و گفتگوها بره به سمت یک نتیجه نسبی یا دوام تا دورهای جدید. سپاس از معلوماتت همکارم رشاد احمد زریر از استودیوی 2. همکارم بلال آریان از دور سوم مذاکرات گزارش تهیه کرده. कामयाबी जो है वो अगर नहीं होती तो फिर तो کامیابی اگر نباشد در چنین حالتی ممکن است وضعیت بسیار دشوار شود. तो ऐसी बातें करके अपने इदारों को आप डिमोरलाइज क्यों कर रहे हैं? چرا با گفتن این گونه حرفها هواداران خود را دلسرد می‌کنید؟ دور سوم مذاکرات میان امارت اسلامی و رژیم نظامی پاکستان امروز در شهر استانبول ترکیه برگزار می شود. عبدالحق وثیق رئیس استخبارات امارت اسلامی و عاصم ملک رئیس استخبارات پاکستان رهبری هیئت‌های هر دو طرف را در این گفتگوها عهده‌دار هستند. همزمان خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان می گوید امیدوار است امارت اسلامی با خردمندی عمل کند تا تنش‌ها میان این دو کشور کاهش یابد. وزیر دفاع پاکستان تاکید کرده است که اسلام آباد از امارت اسلامی می‌خواهد تا جلوی حمله‌های هراس افغانان از خاک افغانستان به پاکستان را بگیرد. موردی که اسای افغانستان غیر منطقی دانسته شده است. با این همه خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان هشدار داده است که اگر این مذاکرات با امارت اسلامی به نتیجه‌ای نرسد جنگ خواهد شد. कामयाबी जो है वो अगर नहीं होती तो फिर तो کامیابی اگر نباشد در چنین حالتی ممکن است وضعیت بسیار دشوار شود. در آن حالت گزینه ما این است که اگر به سرزمین ما تعرض شود یا سرزمین و جمعیتمان مورد هدف قرار گیرد، آن وقت ما هم همان کاری را خواهیم کرد که علیه ما صورت میگیرد، یعنی جنگ. या हमारी सरजमीन को जो है वो निशाना बनाया जाता है, हमारी आबादियों को निशाना बनाया जाता है. این در حالی است که سیف الله ابرو عضو سنای پاکستان در تازه‌ترین سخنرانیش با انتقاد از اظهارات خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان در قبال افغانستان گفته است که او با اظهارات اخیرش ما را با افغانستان به جنگ می‌کشاند و باید روی اظهارات خواجه آصف تحریم وضع شود. तो ऐसी बातें करके अपने इदारों को आप डिमोरलाइज क्यों कर रहे हैं? मैं तो ये चाहता हूं कि उसके چرا با گفتن این گونه حرفها هواداران خود را دلسرد می‌کنید؟ من می‌خواهم که مصاحبه‌های او هم تحریم شود. باید از چنین کارها و حرفهای پرهیز کرد. به جای پرداختن به مسائلی که مربوط به عزت و حقوق کشور است، گفتن این حرفها چه فایده‌ای دارد؟ وزیر دفاع پاکستان پیش از این گفته هیئت مذاکره کننده آن کشور تنها برای گفتگو در مورد تحریک طالبان پاکستانی به ترکیه می رود.
این در حال است که آصف درانی نماینده ویژه پیشین پاکستان در افغانستان گفته که اسلام آباد در پی مهار TTP در افغانستان است، در حالی که این کار حمله های گروه های هراس افغان را در خاک پاکستان حل نمی کند. با گفته آقای درانی تحریک طالبان پاکستانی معضل داخلی پاکستان بوده است و ریشه در نارضایتی های مردم مناطق قبایلی در برابر سیاست های نادرست اسلام آباد دارد. در حالی که یک بازی است، یک پروژه است که در آن انداختن. حتی مسائل مخالفین TTP یا را میگن که افغانستان حمایت میکرد، در حالی که مقامات خود TTP در تمام نقاط پاکستان اعلان کرد که ما مستقل هستیم و میخوایم که دولت اسلامی را در پاکستان پیاده کنیم و ما حمایت کدام کشور نداریم، که خود به ذات خود ادعای از اینها را یا تهمت‌های مقامات پاکستان رد کردند. با این همه هشدارها در حالی صورت میگیرد که امارت اسلامی همواره حضور گروه های هراس افغان به ویژه تحریک طالبان پاکستانی را در خاک افغانستان رد کرده است و تاکید کرده است که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشوری به ویژه پاکستان استفاده نخواهد شد و نیز اگر به خاک افغانستان از سوی هر کشوری دیگری تعرض صورت بگیرد جواب سخت داده خواهد شد. همچنان خلیل احمد نادم آگاه روابط بین الملل با ماست. نادم صاحب سلام، دلیل بی‌نتیجه ماندن دو دور گذشته مذاکرات چیست و ریشه عدم پیشرفت در این مذاکرات چیست؟ سلام خدمت شما، خدمت همکارانتان و خدمت بیننده های تلویزیون وزین یک. ببینین، پاکستان در هیچ وقت به گفته‌های خود راست نیست و پاکستان خواسته های نامشروع داره. خواسته های نامشروع پاکستان هیچ وقت مورد قبول حکومت های افغانستان بوده نمیتونه و نمیتونم که باشه. بنان پاکستان مثلا خواسته مهمیش که با هندوستان ما رابطه نداشته باشیم و او این کاره، ولی افغانستان رابطه تاریخی، فرهنگی و اقتصادی با هندوستان داره. هندوستان همیشه در مقطع زمانی دانسته که افغانستان را کمک بکنه و پروژه بسیار مهم را در افغانستان پیش برده، مثل بند سلما، پارلمان افغانستان نه دیگه پروژه را و سالانه اقلا 1,500 تا اضافه کادرها را برای افغانستان تربیت کرده. بنابراین ما نمیتونیم که از دوستی با هندوستان به خاطر خواستهای پاکستان صرف نظر کنیم. مسئله دیگه است که پاکستان خواهان عزیز که امنیت داخلی پاکستان افغانستان تامین بکنه. چطور میتونه تامین بکنه؟ کشتی که سالهای سال کرده و این TTP را که او بانه میگیره خودش ساخته خود پاکستان از کلای افغانستان از استفاده میکرد. امروز که باعث یک قوت تبدیل شده و در مقابل دولت پاکستان ایستاده است، این مسئله داخلی پاکستان است که بتونه او رو مهار کنه. یا مثلا سازمان آزادی بخش بلوچا هم به خاطر اعاده حقوق خود اونا مبارزه دارن، ولی اینایی که به خاطر حق خود مبارزه میکنن اینها را به نام تروریست قلمداد میکنه و از افغانستان میخواه که جلوگیری کنه. شما میدانید که تمام مرز فرضی یا خط فرضی دیورند کلش سیم خاردار کش شده که پولش هم از امریکا گرفته. شما چطور فکر میکنین که از این سیم خاردار بتانه که یک کسی به اصطلاح بره به نام تروریست به داخل خاک پاکستان و در کراچی و اسلام آباد و راولپندی و لاهور و دیگه جا بمبگذاری کنه؟ در مسیر عراق و چک پوینت هاست، در خود مرز چک پوینت هاست. چطور میتونه که اینا تیر بشن؟ اینا هم میگه بانه‌های بیش نیست که پاکستان بعضی‌های را برای انداخته به خاطری که پاکستان وضعیت اقتصادیش خیلی خراب است و وضعیت سیاسی و اجتماعیش خیلی خراب است و از اتوریته خود بخی در سطح جهانی نداره و اعتبار بین‌المللی خود از دست داره. الان پشت بانه میگرده که چطور بتونه افغانستان رو زیر فشار بده و افغانستان بتونه که به اصطلاح خواستای ادو رو برآورده کنه و خواست عمومی پاکستان نیست که دنیا از عینک پاکستان به طرف افغانستان میبینه. درست. نادم صاحب، اگر این دوره از مذاکرات همچنان بی‌نتیجه خاتمه پیدا بکنه، دو طرف چه موضوع عملی و راهکار سیاسی نظامی را روی دست خواهند گرفت؟ شما میدانید که جامعه جهانی هم حالی بزی پی برده. او چالها و نیرنگهای پاکستان که در طول 47 سال کرده و از امریکا و کشورها به بهانه جهاد و به بهانه دیگه پول گرفته. شما در دوره جمهوریت یادتان است که از یک طرف طالبان و دیگران را حمایت میکرد در داخل
از طرف دیگه باز امریکا را جای داده بود که در تمام لوجستیکش از راه خاک پاکستان داخل افغانستان میشد، پایگاه نظامی داشت. یعنی در هر حکومتی که در افغانستان بیه پاکستان مخالف است. حالی هم شما ببینید که داعش تربیه میکنه، ترین میده که چندین تا از اینا را به افغانستان روان کرد، عملیات تروریستی را انجام دادن، اما نتونستن موفق بشن. و اگر به این مذاکراتی که فعلا جریان داره امروز شروع شده، اگر نتیجه نده، بدون شک شکست از پاکستان است. برای اینکه پاکستان صحیح که نیروی هوایی داره، اما این نیروی هوایی از خود مصارف داره که فعلا پاکستان این مصارف داده نمیتونه. ولی در بخش انگیزه و نیروی زمینی، چون سالهای سال با مردم افغانستان دشمنی کرده، افغانستان انگیزه دفاع از خاک خود دارن به مقابل پاکستان. درست. ندیم صاحب بسیار زیاد پوزش میخوایم. نادم صاحب اگر بحث را جنبندی بکنیم، آیا جنگ میان افغانستان و پاکستان حتمی و قطعی است؟ بله، اگر پاکستان دستبردار نشه و تهدید نکنه افغانستان هیچ وقت خواهان جنگ نیست. برای اینکه افغانستان مشکلات خود داره در داخل، مشکلات اقتصادی داره فعلا، و از یک طرف خروج مهاجرین افغان به این حربه از استفاده میشه، هم ایرانی کار میکنن، پاکستان میکنن. یعنی با مشکلات عدیده افغانستان گرفتار است. بنابراین ما هیچ وقت جنگ نمیخواستیم و جنگ نمیخواهیم، اما هرگاه کشوری به خاک ما حمله کنه بدون شک جواب میبینه و جواب دندان شکن میبینه. ما دیدیم که از سکندر مقدونی تا به حال یعنی هر کسی که مداخله کرده، هر کسی که حمله کرده بالاخره به شکست مواجه شده. من فکر کنم که پاکستان درس نگرفته و حالی هم به چراغ سبز کدام کشور این کار کرده و فکر کنم که پشیمان خواهد بود، چون در پاکستان قوت یا نیرو یا قدرت به دست نظامی های پاکستان است. نظامی ها عادت دارن که از دنیا پول میگیرن و برای خود زندگی ساختن، میبره مردم پاکستان. بنابراین مردم عادی پاکستان خواهان جنگ نیست و دولت ملکیش هم طبیعی است که و هم ما فکر نکنم بیاندازه خواهان باشه. ما صحیح که یک ترخم است و بندرهای با پاکستان داریم، اما ما راههای بدیل داریم، ما چابهار داریم، ما کشورهای آسیای میانه که با ما همسرحد است، ایران است. یعنی از هر راه ما میتونیم تجارت خود رونق بدیم و صادرات و واردات کنیم. و اگر ما مرزها را بسته کنیم که پاکستان نتونه دسترسی به آسیای میانه پیدا کنه، بدون شک پاکستان مرگش است. سپاس از حضورتان در برنامه آقای خلیل احمد نادم، آگاه روابط بین الملل. دوباره خوش آمدید. در ادامه روند اخراج مهاجران افغان از کشورهای میزبان، تنها در یک روز گذشته نزدیک به 2500 خانواده وارد کشور شدند. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی امارت اسلامی، در خبرنامه گفته است این مهاجران از مسیرهای مختلف کشور به گونه اجباری بازگردانده شدند. آگاهان مهاجرت از نهادهای بین المللی می‌خواهند تا برای کاهش اخراج اجباری مهاجران از پاکستان به آن کشور فشار بیاورند. همکارم سعدالدین حکیمی با جزئیات بیشتر. ادامه روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان و ایران. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی امارت اسلامی، با پخش خبرنامه در صفحه اکس خود گزارش یک روزه برگشت خانواده‌های مهاجر افغان را به نشر رسانده است. به اساس این خبرنامه در یک روز گذشته به شمار نزدیک به 2500 خانواده شامل 14911 تن از مسیرهای گوناگون وارد کشور شدند. طبق آمار منتشر شده در خبرنامه، بیشتر خانواده ها از مسیر راه چمن در ولسوالی سپین بولدک از پاکستان برگشتند. در این خبرنامه همچنان آمده است که خدمات لازم برای بیشتر خانواده ها از سوی کمیته های مربوطه مساعد شده است. در پی اخراج اخیر مهاجرین از پاکستان به افغانستان، گزارش ها از رفتارهای ناعادلانه و غیر انسانی با مهاجرین حکایت دارد. این وضعیت نگران کننده نیازمند توجه فوری جامعه جهانی است. سازمان‌های بین‌المللی پناهندگی باید فشارهای لازم را بر دولت پاکستان وارد نمایند تا از نقض حقوق پناهجویان جلوگیری شود. و دولت پاکستان باید
این مسئله را سیاسی نکند و بتواند اون مشکلات تنش‌های مرزی خودش را از طریق اون مذاکراتی که در استانبول آغاز شده است بتواند با اون گفتمان‌های سیاسی و رایزنی‌هایی که صورت می‌گیرد این مسئله را حل و فصل بکند و مهاجرین را به عنوان ابزار و اون فشارهای سیاسی که امروز بالای مهاجران صورت گرفته در واقع این نقض آشکار و بشر شمرده می شود و دولت پاکستان باید به اصل و اصول قوانین بین‌الملل پایبند باشد. از سوی آگاهان فشارها و اخراج اجباری را خلاف اصول بین المللی و انسانی می‌پندارند و خواهان اعمال فشارها بالای حکومت پاکستان از سوی جهان شدند. روند اخراج مهاجران افغان از سوی کشورها بخصوص پاکستان مسئله تازه نیست. این روند در 2 سال پسین شدت گرفته است که نگرانی‌های جهانی را نیز در پی داشته است. پایان خبرهای 5:30 از یک. حالا شما دعوت میکنم که با برنامه‌های دیدنی یک باشید. بقیه وقت بر شما خوش. شب و روز بخیر. خدا نگهدار.